سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و باحال دیگه. خیلی خوش اومدید به کانال کیل اف اف. امروز اومدیم که برعکس گل بهتون آموزش گرفتن این ست رو بدیم که این ست خرگوش سیاه که خیلی خفنه. فایلش هم توی کانال تلگرامی هست، برید بزنید ببینید. و بچه‌ها فایل بدون بن هستش و اینکه اصلا نگران نباشید که فایلش مثلا بن کنه شما رو یا فایلش خراب باشه. اصلا نگران نباشید، حتما واسهتون کار میکنه. بچه‌ها اگر این ویو و لایک خوبی بخوره 100% واسهتون آموزش گرفتن این ست رو بهتون میدم که شلوار هری پاتر بود، نمیدونم چی بود اسمش. آره دیگه، بعد با این لباس اصلا لباس شیکه دیگه، باحال، کفش برزیلی. اگه اینو میخواید حتما ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و حمایت کنید دیگه. خلاصه تا ما بهتون این ستی که الان نشون دادیم بدیم. تا آخر ویدیو ما همراه باشید که این 4 بخش پسوردشه که بریم بهتون بگم. خب بریم یه دست لون ولف بزنیم که این ست با این ست میزنیم. خب بریم بزنیم. خب بخش اول پسورد هم همین الان بهتون میگم 3 و برید بزنیدش کنید، پرواز کنید. بچه فایلش تو کانال هستش و ازتون خواهش میکنم که کدو که گرفتید لطفاً نزنید مثلا توی کامنت ها ننویسید که رمز فایل اینه، چون من میخوام به شما بخوام به اون بچه‌هایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن نشون بدم که مثلا ببینن ستش چجوریه، مثلا حال میده با ستش بازی کردن و اینا. بعد خواهش میکنم که این کارو نکنید. البته شما هم این کارو بکنید من پاک میکنم، ولی اینجور آبروی خودتون رو میبرید. خب بریم میتونیم بزنم. اینجا مدگید میزنم. من چقدر آخه نوبم، همتون هم میدونید من نوبم. چی زدم. و بچه 100% بدون بنه نکنید. من فایلایی که به شما میدم داداشتون کیل اف افتون بهتون میده، اصلا هر چی که بدم بدون بنه، یعنی کاملا میتونید راحت باشه از اینکه قرار بن میشید یا نشید. اصلا بن نمیشید، اینو دیگه باید بدونید خودتون که 100% و بدون بن شما میتونید کاملا ازش لذت ببرید. و آخه میدونید چرا؟ چون شما بعضیاتون میرید چیکار میکنین؟ میرید توی چنل ها کانال های دیگه، بعد چیکار میکنید؟ میزنید مثلا من فایل میخوام. خب بعدش فایل رو میخواید بگیرید، فایلاشو ممکنه بدون بند باشه، یعنی با بند باشه و اون دیگه مشکل خودتونه که دیگه بند شدید، اون دیگه مشکل خودتونه. من چرا رفتم؟ من داشت میزد. متکی جوابگو نیست. متکی جوابگو نبود. من چی بگم آخه به این گان چی داره میخره؟ اسنایپ. به خدا که من نمیتونم با این اسنایپ بزنم. زنده چه آروم میبره. بعد بچه یه ست دیگه هم هست که واسه تون میذارم که اون احتمالا صدای بچه این صدای چیز کپی رایت داشته باشه، یعنی صدای این شخصیت کپی رایت بخوره. و اینکه خواهشن میگم، حسن قاطی کردم، این ستی که واسه تون میذارم چی میخواستم یادم رفت بچه، اینقدر گیرم گاوم اصلا دلش کن. یادم رفت چی میخوام بگم. آره خداییش بچه این ست خیلی خفنیه. آره خداییش بزنیدش کنید، پرواز کنید. خیلی خوشگل ما رو زد برد، دمش گرم. بچه یکی دیگه بزنه تموم کارمون.
ببین بچه من اصلا بازی نمی کنم و یه چیز دیگه هم که بخوام بهتون بگم، من مدرسه میرم اصلا هیچ وقتی نمی کنم واسه شما ویدیو بگیرم. بعد الان امتحاناتم شروع شده که دیگه اصلا نمیتونم واسه تون بگیرم، ولی هرچی تلاشمو میکنم واسه تون میتونم ویدیو بذارم. سعی و تلاشمو میکنم که براتون بذارم، اینجوری نباشه از زیر کار در برم. مدرسه هم میرم باز میام واسه شما هم ویدیو میذارم، ولی سعی خودم میکنم که بذارم دیگه. خیلی سعی میکنم بذارم و نمردیم هنوز، یعنی نخواهد مرد. یه راند دیگرم ببرم حاجی، یه راند دیگرم ببرم حداقل میشه گفت که 4-4 مساوی شد، میتونیم بریم یه گان دیگه بگیریم. آره خدایش بچه‌ها حتما از این ست استفاده کنین، لذت کافی رو ببرید. اصلا بدون بن، اصلا هیچ بنی نداره. اوف چه هدی زدم، اوفش چه هدی زدم. جیگر چطوری جیگر؟ چه ماسکی داره، ماسک نه یعنی همون اسکین صورتش. خب آقا راند آخره بچه ها، همون گانایی که گرفتیم. نه اینو بده، اینو بده. اوکی بابا یه دونه اینو بده. اوکی. میخواستم دیزرت بگیرم و از دیزرتم فعلا استفاده نمیکنم. بچه ها فایل سنس اگه میخواید واسه داداش کلف افتون یه بچه داشتیم میبردیم ها، یعنی یه از اون یخ و حواسم نبود. واسه داداش کلف افتون اگه فایل سنس میخواید واسه داداش کلف افتون چیز بذارید، یه قلب قرمز بذارید و پایینش بنویسید، زیرش بنویسید آره خداییش. و بخش دوم فایلم میگم 2 که بچه یه زدیم و اینم لول 27. و اینکه یه چیز دیگه بخوام بگم، شما با این نمیتونید یه ست بزنید چون این یه ماسک داره، صورت اون شخصیتتون رو برده. ببینید الان ما میبینیم اینجا مثلا بخوام مو بذارم، میبینید صورتش نیست، پنهون شده است. و اینکه از این ماسک هم بزنید اصلا معلوم، عینک رو میتونید بزنید ولی این ماسک رو بزنید اصلا معلوم نیستش. میبینید یه ذره از بالا پایینش میزنه بیرون. و اینم نزنید، این یه ذره میتونه حالا متحرکش کنه. و اینم بزنید اصلا ببینید این خالیه بازیکن، بدنش خالیه توی لباس. نکنید زیر میبینید خالیه. مثلا این شلوار رو بپوشید، حالا مثلا میشه با کلاش یه ستی زد، با کلاش اگه بخواید ست بزنید. و اگر هم نخواهید که خب میتونید این مدلی هم بکنید. خب من میگم همین ستو بهتون پیشنهاد میکنم و این کفش هم میتونید بپوشید یا آره خودش. و بچه ها یه بخش دیگه از کدو بهتون میگم، تا الان 2 بخشش رو گفتیم، یه بخش دیگه رو میذاریم 3 دوباره و بریم آخرین دستو بزنیم. و این ویدیو فکر کنم خیلی طولانی بشه چون وسط بازی باید یه بخش از پسورد رو میگفتم نگفتم. بچه چون جلو هم نزنید. چرا؟ چون اگه جلو بزنید ممکنه همین جایی که میخوام بگم شما پسورد از دست بدید. پس یه خواهشی از دستون دارم، جلو نزنید، بشین نگاه. ای بابا بشین نگاه کنید. اینجا تفنگ چرا قاطی کردی دفعه؟ مهم نیست، اصلا جلو نزنید، بشین نگاه کنید. اما جون فکر کنم رفت بالا. هم بریم بالا؟ نه بالا نه، هدشو بزن. پارش کردیم. چطوری جیگر ها؟ اما جون خوبی؟ آقا این نوبه، به خدا که نوبه. و اینکه اگه ستای بیشتری ما اگه این ویو بخوره گفتم اون ست خفن و واسهتون میذارم، بزنید عشق پرواز کنید دیگه. آره خودش بچه‌ها. و بزن بریم. یا بردیم حاجی هدا رو حال میکنین؟ نه. آره خودش اصلا این آره خداییش روی زبون من گیر کرد، نمیدونم دیگه باید چیکار کنم. راستی بچه‌ها اگه از بر کانال اگه از اسم کیل اف اف خوشتون نمیاد، شما اسمای پیشنهادی بدید، منم انتخاب میکنم یکی از اونا رو و میذارم.
اینکه شما دیگه از این بعد میتونین مثلا همون چیزی که اسمشو گفتید بذارم، از اینا همون چیزی گفتید بذارم منو میتونید با همون صدا کنید. آقا این چی آخه گرفتی؟ داره تموم میشه. بقیه‌شو من بیام با مشت به تو بزنم؟ پارش کردیم آخر سر. آخر سر پارش کردیم. 3-0. خب بچه بخش یعنی بخش آخر پسوردم بهتون میگم، اما الان نه، بازی تمام بشه و بریم تو لابی بهتون 100% بزن 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 پارش کن، بزن پارش کن، بزن پارش کن. هدشات. هدم نمیزنه. تمام شد. یکی هم ببریمش تمام. اینو فکر کنم من باید بخرم. آره آقا گان چرت و پرت میخوایم. یعنی که با گان چرت و پرت با این شاتگان میزنیمش. حالا امیدواریم یه هدی بتونیم با این بزنیم. اینجا چرا؟ هی گاو. این تو سری رو بزن. ماشاءالله نزد. اصلا هید کم زدیم. بله بویا کردیم. بخش آخر کدم واسهتون یه چیز خفن میذارم. بخش آخر کد هست 4. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، کامنت بذارید. دوستتون دارم و تا ویدیو دیگر خدا نگهدارتون.